سلام خدمت دانش آموزهای گلم. آزمون درس هندسه تحلیلی رو حل میکنیم در ادامه جلساتمون. مقدار ام را طوری بیابید دو خط 3mx به علاوه 8y مساوی با 5 و 6y منهای 4mx مساوی با -1 بر هم عمود باشند. شرط عمود بودن اینجا که داریم اینه که چون میخوایم دو تا خط بر هم عمود باشن، یعنی شیب هاشون حاصل ضربشون بشه -1. پس از این معادل خط ها اول از همه شیباشو به دست میاریم. برای شیب به دست آوردن یکی از کارهایی که انجام میدادیم این بود که معادل خط رو مرتب کنیم، یعنی ایگره که تنها یک طرف باشه و بره اون طرف بشه -3 تا mx به علاوه 5 ضریب ایگرگ هم از بین ببریم بشه -3m هشتم x به علاوه 5 هشتم. اون خط دیگر هم مرتبش میکنیم، بگیم 6y مساوی با 4 بره اون طرف بشه 4mx منهای 1 بر ضریب ایگرگ تقسیمش میکنیم و میشه 2 تا m سوم x منهای 1 ششم. شیب هاشون اگه دقت کنیم اینجا یکی از شیبامون -3m هشتمه و اون یکی دیگه پس m ضرب در m پریم -1. این شیب -3m هشتم ضرب داره امپریمون 2m سوم مساوی با -1. سادش کنیم و این دو هم با این 8 ساده بشه، اینجا 4 بشه -m تقسیم بر 4 -1 یا ببخشید -m2 و m2 مساوی با 4 mمون میشه مثبت -2. سوال بعدی گفته اگر نقاط A و B و C در یک راستا باشن. وقتی میگیم در یک راستا باشن، یک راستا یعنی روی یک خط راست واقع شده باشن. سه تا نقطه ای که داریم روی این خط باشن، مثلا خطمون به این صورت باشه، یکیش فرض کنیم A باشه، یکی B باشه و یکی C باشه. وقتی سه تا نقطه در یک راستا روی یک خط باشن یعنی شیب های یکسان دارن. پس شیب 2 به 2 این نقاط، یعنی مثلا M A رو با C بگیریم، باید با M A با B برابر باشه یا M B با C که یکیش عدد برابر باشه فرض کنیم، فرقم نمیکنه، شیب ها یکسان باشن. پس به دستش میاریم میشه ایگرگ C منهای ایگرگ B تقسیم بر x C منهای x B و این یکی هم میشه ایگرگ C منهای ایگرگ B تقسیم بر x C منهای x B. شیب هاشون با هم مساوی قرار دادیم، فرمول شیب ها رو نوشتیم، حالا جایگزین میکنیم. ایگرگ C میشه 1 منهای ایگرگ آمون 1 منهای 2a x سیمون 0 x آمونم که آی. ایگرگ C دوباره 1 ایگرگ B m x C 0 x B هم 1 به علاوه 2m. ببینیم چی ازش به دست آوردیم تا این تیکه که نوشتیم. اگه الان اینجا دقت کنیم این دوتا که قرینن، این میشه 2 به روی a، مخرجش هم -a. این یکی هم که میشه 1 منهای m تقسیم بر -1 به علاوه 2m. a رو با a ساده میکنیم، طرفین وسطین میکنیم، میشه -1 به علاوه m و اینم که میشه -2 به علاوه 4. بیاریم یک طرف 4m میشه 3m، اینم میشه 1 و از اینجا mمون 1/3 به دست میاد.
ام که 1/3 به دست بیاد، بریم سراغ آ ببینیم آ را میتونیم به دست بیاریم یا نه. اگه ما الان اینجا اگه دقت کنیم اینو که ساده میکنیم این -2 به دست میاد، یعنی شیب خط -2. شیب خطمون برابر -2. معادل خط رو که بنویسیم میشد y مساوی با -m x عرض از مبدأ هم که 1 دیگه به علاوه 1. اینجا عرض از مبدأ 1. و اگه الان اینجا من به جای x آ بذارم، y هم 1 منهای 2a به دست میاد. دقت کنید اگر به جای x مون آ بذاریم، y مون میشه -2a به علاوه 1. یعنی همین چیزی که اینجا به دست آوردیم، 1 منهای 2a با 2a منهای -2a به علاوه 1 یکیه. یعنی آ هر عدد دلخواهی میتونه باشه. پس از اینجا آ هر عدد دلخواهی میتواند باشد. برای هر چی بذاریم برقراره. ام به دست اومد 1/3، اما آ هر عدد دلخواه. نقطه 7 و 6 رأس یک متوازی الاضلاع است که دو ضلع منطبق بر خط 2m منهای 2y منهای 3x مساوی با 11 و 3y به علاوه 4x مساوی با 8 می باشد. قطر وسط مختصات وسط قطر را بیابید. یه متوازی الاضلاع فرضی بکشیم. اگه مثلا من یه اینجا متوازی الاضلاع بکشم، فرض کنیم این شکلی یه متوازی الاضلاع باشه. اگه نامگذاری کنیم این نقطه مثلا 7 و 6 اینجا باشه. فرض کنیم نقطه 7 و 6 باشه. اگه دقت کنیم نقطه 7 و 6 نه روی این خطه نه روی این خطه، چون اگر من به جای ایکسش 7 بذارم 3 تا 21 و ببرم اون طرف کمش کنم، ایگرگ هم 6 به dest نمیاد. یعنی تو این معادله بذاریم 2 6 تا میشه 12 تا، 3 7 تا میشه 21، 12 و منهای 21. شما این رو که از این کم کنی 11 به dest نمیاد، یه عدد دیگه به dest میاد، پس روی این خط قرار نداره. 7 اینجا بذاریم میشه 4 7 تا 28 تا و 3 6 تا هم میشه 18 تا. باز اینا رو جمع کنین مخالف 8 میشه، پس روی اینم قرار نداره. پس این خطایی که هستش یکیش معادله این خطه، مثلا فرض کنیم 3y به علاوه 4x مساوی با 8 و یکیش هم معادله این خطه 2y منهای 3x مساوی با 11. حالا اگر این دو تا خطی که اینجا کشیدیم همدیگر رو قطع کنن، یه نقطه اینجا به وجود میاد. این نقطه‌ای که اینجا به وجود میاد میشه سر دیگر قطر. یعنی اگه یک اینجا رو آ گذاشتیم، فرض کنیم این آ باشه، این میشه ب. حالا چی از ما خواسته؟ گفته مختصات وسط قطر را بیابید. پس من این دو تا خط رو با هم تو یک دستگاه حل میکنم تا این نقطه ب به دست بیاد. بعد وسط این دو تا نقطه رو که به دست بیارم انگار وسط قطر هم به دست آوردم. تو یک دستگاه این دوتا رو حل میکنیم. پس می نویسیم 2y منهای 3x مساوی با 11 و 3y به علاوه 4x مساوی با 8. ضرایب اینا رو یکسان میکنیم. بالایی رو در یک من این 11 بوده، بالایی رو در یک منفی 3 ضرب کنیم میشه منفی 6y به علاوه 9x و مساوی با منفی 33. بالایی رو در یک منفی 3 ضرب کردیم. پایینی رو در یک 2 ضرب کنیم میشه 2 3 تا 6y، 2 4 تا 8x و 2 8 تا 16. و اگه این دستگاه رو حل کنیم این که میشه 0، 8 و 9 میشه 17x مساوی با و 6 رو از 13 کم کنیم 7، اینم منفی 17. از اینجا x مون منفی 1 به دست میاد. x که منفی 1 به دست بیاد، تو یکی از این دوتا رابطه میذاریم y رو به دست میاریم. اگه اینجا بذاریم این یکی میشه 3 تا y منهای 4 مساوی با 8 و 3y مون میشه 12 y 12 تقسیم بر 3 4. یعنی نقطمون به مختصات منفی 1 و 4 هست. این نقطه.
حالا من مختصات وسط میخوام، وسط قطر رو میخوام. اگه وسط قطر رو m بذاریم و اینم نقطه B باشه، میشد XA به علاوه XB تقسیم بر 2 و YA به علاوه YB تقسیم بر 2 و به جاش جایگزین میکنیم، بشه 7 منهای 1 تقسیم بر 2 و 6 به علاوه 4 تقسیم بر 2 و جوابی که به دست میاریم میشه 3 و 5. مختصات وسط قطر. سوال بعدی گفته فاصله نقطه A به مختصات 1 و منفی 2 را از این خط به دست آورید. فاصله نقطه از خط با فرمول AX به عبارتی این عبارت، یا بگیم 8 تا XA به علاوه 6 تا YA منهای K تقسیم بر یه رادیکال داشتیم، A به توان 2 یعنی 8 به توان 2 و B به توان 2 یعنی 6 به توان 2 ضریب X و Y به توان 2 به دست می‌آمد. گفته این برابر 3 باشد این فاصله. پس به جاش جایگزین میکنیم، میشه 8 ضرب در 1 به علاوه 6 ضرب در منفی 2 منهای K تقسیم بر 8 تا 64 به علاوه 36 مساوی 3. محاسبه انجام میدیم. این که جوابمون میشه 100 و جذرش رو بگیریم میشه 10 به عبارتی و 8 و 6 دوتا هم 12 تا کم کنیم منفی 4 منهای K مساوی با 3 تا هم 30 تا و از اینجا دوتا عبارت، دوتا قدر مطلق، منفی 4 منهای K مساوی با 30 و منفی 4 منهای K مساوی با منفی 30 و اگر حلش کنیم K مساوی میشه با منفی 30 با 4 منفی 34 و از پایینی هم K مساوی با مثبت 26 4 تا کم کنیم. سوال آخر میگه نقطه‌ای روی محور X ها. وقتی میگه روی محور X ها یعنی Y هاشون صفرن، یعنی نقطه به طول X و Y صفره، نمیدونیم X چنده، میخوایم پیداش کنیم. فاصلش تا این نقطه، اگر مثلا من اینو A بذارم و این نقطه رو B بذارم، میگه فاصله A تا B برابر 5. پس از فرمول فاصله که میشد x ها به توان 2 اختلاف x ها به توان 2 منهای اختلاف به اضافه اختلاف y ها به توان 2 به دستش میاریم، میشه x منهای 2 به توان 2 و اختلاف y ها میشه 0 منهای 3 به توان 2 مساوی با 5. برای اینکه رادیکال از بین بره به توان 2 میرسونیم، میشه x منهای 2 به توان 2 به علاوه اینو به توان 2 برسونیم میشه 9 و 5 هم به توان 2 که برسه میشه 25 که رادیکال هم حذف شد. و از اینجا x منهای 2 رو نگه میدارم، به روش ریشه زوگوش میخوام حل کنم. 9 رو بیارم اینور، 25 منهای 9 مساوی با 16 و جذر میگیرم ازش به عبارتی، میشه x منهای 2 مساوی با 4 یا x منهای 2 مساوی با منفی 4. از این بالا x مون 6 به دست میاد و از این یکی x مون منفی 2 به دست میاد. به عبارتی نقطه هایی که به دست اومدن یکیش 6 و 0، یکیش منفی 2 و 0. نقطه روی محور x ها یعنی 2 تا نقطه هستش که فاصله شو از این نقطه حساب کنیم برابر با 5 به دست میاد. انشالله همه متوجه شده باشن و اشکالاتی که در برگه امتحانیتون داشتید رو پیگیر باشید و جواباش رو چک کنید. موفق باشید.